تشکر زیاد میگیم و برادر عزیز و ارجمند تاج‌الدین جان که امروز سر ما و شما را برعکس بازی در آوردند. زنده باشند. یار دوستان عزیزان پیوندان ما گفتنماند که امروز این لحظه های زیبای وصال زندگی هر که ما و شما با دعوت قبلگان، با دعوت دو شخصیت بزرگ البته پدر و مادر نازنین در اینجا حضور داریم. چون میگویند مادر بگذاشت و یک دلاگاه نماند، مادر بگذاشت و یک دلاگاه نماند، یک دیده انتظار در راه نماند. وقتی که خزین نداری در راه نماند، در خرمن بخت ما، در خرمن بخت ما بجز کاه نماند. دوستان عزیز با عرض احترام روی صحنه پدر و مادر شاه داماد، پدری عزیز ارجمند آقای رحمت